به نام خالق بنیاز. سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. ان شاء الله هر جایی که هستید خوب و خوش و سعادتمند باشید. دوستان اگر شما دوست دارید که به اصطلاح مثل از این ویدیو که بالای $8,000 درآمد داشته، اگر شما مایل هستید که همین درآمد رو داشته باشین، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان ببینیم این ویدیویی که من برای شما به اصطلاح تابنر رو گذاشتم که بالای $8,000 درآمد داشته، این به اصطلاح من 5 نکته کلیدی برای شما میگم و اگر شما این 5 نکته رو رعایت کنیم انشاءالله مطمئن باشیم که به این درآمد نرسیم. دوستان موضوع اول یا مورد اولی که ما با شما به اصطلاح بگم اینه که دوستان شما باید ویدیوهای بازدید بالا پربازدید باید بسازید. پربازدید به این معنا که هم به اصطلاح مخاطب پسند باشه و همین که نرخ قیمت کلیدی و بالا باشه به یوتیوب. خب ما از کجا باید بفهمیم که چی ویدیویی بسازیم بالاخره که هم بازدید کننده ما بیشتر باشه و هم نرخ کلیدی؟ ببینید دوستان، یوتیوب بر اساس چیزی که خود سایت یوتیوب گفته، نرخ کلیدی که به اصطلاح قیمت بالای داخل یوتیوب، من چند تا رئیس نمونه به شما نام میبرم با خود شما باز ببینید. یکی که ویدیوهایی که آموزشی دوستان عزیز، تکنولوژی، ارزم به حضور شما بزنس و این که ارز دیجیتاله، یعنی اینا چیزایی هست که واقعا هم پربازدید و هم ارزم به حضور شما همین که کلید خوری و حساب بیشتر و هم نرخ کلیدی رو بالاه. یعنی اینا اگر شما خواسته باشین اینا مقایسه با نمایشنامه و با به حساب ویدیوهای خنده‌دار اینا بکنین، خب اینا واقعا چندان ارزشی اینا نداره. یعنی شما اگر خواسته باشین ویدیوهایی که به حساب تخصصی باشه بسازیم، نرخ کلیدی هم بالای و بازدیدی هم بیشتر. نکته دومی که من برای شما عرض کنم، نکته هست که به اصطلاح شما اگر بتونید مخاطب اگر بتونید مثلا که محل اقامت اینا از آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس به حساب باشه، خب بخواید نخواید نرخ کلیدی بالای و درآمد شما 100% بالاتر بابت کشورهای آسیایی میره. کشورهای آسیایی منظورم از مثل امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، این کشورهای، ولی افغانستان، ایران، تاجیکستان اینا اصلا به هیچ عنوان دوستان درآمد نداره و یوتیوب درآمد نمیده، چون ما بلاکیم به هیچ عنوان به ما درآمد نمیده. ولی ایران چون از طریق فیلتر شکن وارد میشن، خب اونا حدوداً 60-70% یوتیوب تشخیص میده، اون 30% دیگه رو تشخیص نمیده که اون بازم به خوبه بد نیه، منتها خب نمیشه روی حساب کرد. دوستان میمونه نکته سوم و مورد سومی که ما برای شما بگم، شما باید ویدیوهای به حساب همیشه ثبت بسازید. یعنی همیشه ثبت به چی معنیه؟ به این معنیه که شما به اصطلاح ویدیویی میسازیم مثلا که به 24 ساعت 1000 تا ویو میخوره. خیلی دوستا به ما پیام میدن که همین ما مثلا ویدیو ساختیم 24 ساعت مثلا 300 تا 400 تا 500 تا 1000 تا ویو خورده، بعضی دیگه قلف مونده. چرا کار این اتفاق میفته؟ این اتفاق به این معنیه که شما ویدیویی که میسازیم همو 1000 نفری که مثلا به اون 24 ساعت آماده نگاه کرده، او فقط آماده یک کلیک رو ویدیو شما کرده، از اول ویدیو خوش نمونه واقعا رفته ویدیو. خب یوتیوب هم بر اساس از این متوجه شده که بله این ویدیو شما ویدیو به خوری نیه، متوجه شدیم. یا با بعضی که به حساب یوتیوب خبر داده، خبرنامه به اصطلاح خبر داده برنا که مثلا فلان کانال ویدیو گذاشته بیام نگاه کنیم. اونا حالا بعضی اینا که آمدن، بعضی هم که نه، حالا اونایی که آمدن یک به حساب یک کلیدی که یک چند ثانیه آمد نگاه کرده بس پیچو شده. یوتیوب متوجه شده که بله این ویدیو به درد کاربر نمیخوره و آماده چیکار کرده؟ یوتیوب آماده اینم دوباره خود ازم ساجست نکرده. یعنی شما اگر ویدیویی بسازیم که کاربر زمانی که میای نگاه میکنه حداقل 200 دقیقه داخل ویدیو شما بمونه، مطمئن باشین که یوتیوب چند برابر اون رو تبلیغ میکنه به صفحه اصلی خود یوتیوب میاد تبلیغ میکنه. خب این باعث میشه که چی؟ باعث میشه که ویدیو همیشه ثبت باشه. میمونه نکته چهارم و ارزم به حضور شما نکته چهارم نکته هست که شما باید ویدیوی بالای 8 دقیقه بسازید. یعنی بالای 8 دقیقه. حالا خیلی از دوستان میان مثلا ویدیو کوتاه میسازن زیر 1 دقیقه،
بعد میگن چرا مثلا درآمد ما نداره فلان داره. خب شما عامل یک ویدیو حساب زیر 1 دقیقه ساخته، مثلا 50 ثانیه ساخته، خب او درآمد نداره. چیزی بر اساس که خود یوتیوب گفته که ما به هر 1000 بازدید ویدیوی کوتاه، هر 1000 بازدید ویدیوی کوتاه 5 تا 15 سنت میدیم. حالا با شانس شما که کدوم کشور باشه که خواسته باشه شما 1000 بازدید 15 سنت بده. خب اینم خیلی چیز داره. منتها که شما ویدیو بالا 8 دقیقه بسازید مطمئن باشین که درآمد شما حداقل 2 برابر میشه. و نکته پنجم نکته هست، نکته کلیدی یا همون CTR که میگن. ببینیم شما باید اینجی یه کار بکنیم به اصطلاح که بیشتر کلید بشه برو نرخ کلید شما بیشتر بالا بره به داخل یوتیوب. شما الان چیکار باید بکنیم؟ باید مثلا تابنل جذاب بسازیم. اول ویدیو خود به اصطلاح همون 30 ثانیه اول باید جذاب باشه ویدیو شما که مخاطب بمونه و نتیجه بهتری میتونیم شما بگیریم. اگه زمانی که مثلا واشتایم به شما بالا بره، واشتایم شما بالا بود که به موضوع چهارم به شما گفتم، شما زمانی که مثلا بتونه حداقل کاربر 200 دقیقه داخل ویدیو نگه داریم، مطمئن باشین که او درآمد شما 200 برابر میشه و افزایش درآمد هم حتما داره. مثل همین تابنل که برای شما گفتم که این ویدیویی که گفتم که بالای $8000 درآمد داشته، مطمئن باشین که شما این کار اتفاق میفته. و یک موضوع دیگه که یادم نره، شما حتما ویدیو خود سیو کنیم، حتما سیو کنیم. سیو بشی معنا یعنی شما یک ویدیویی که میذاریم داخل کانال، به جای توضیحات ویدیو یک چند خط بنویسیم درباره ویدیو. حالا هر چی که خودتون میفهمید. مثلا شما داخل هرات رفتیم، مثلا شما داخل هرات رفتیم به شهرگردی، مثلا از ارزم بوده شما از دم و ولایت تا چوک گلها. خب به همین مسیر خب خیلی چیزا نکته‌های مثلا میتونید به داخل توضیحات خوب بنویسین که مثلا در این مسیر نمیفهم کنسولگری ایران هست، نمیفهم فروشگاه ارزم به حضور شما فروشگاه بزرگی هست، ارزم به حضور شما شفاخانه حوزوی هرات هست. این چیزای مثلا زیارت علی موفق هست، یک چیزایی که مثلا میفهمید بر مسیر همین یک چیزای توضیحات درباره ویدیو بدیم همین و بعد چیز خاص نمایید بنویسیم، مطمئن باشیم که کانال شما گوش میکنه و درآمد شما بالا میره. خب خدا کنه که تا اینجای ویدیو خسته نشده باشیم از پای ما. دیگه نکاتی بود که من برای شما عرض کردم، ان شاء الله که موفق و باشید.